سلام. یکی از مواردی که خیلی مهم هست توی بحث صادرات، بحث‌های بازرسی که توی کشور مقصد انجام میشه. برای باری که در واقع توی کشور کشور مالاتی امروز بازرس میاد برای بازرسی با اصولاً شیوه به این صورت هستش که وقتی بار رو شما که گمرک کشور در واقع تخلیه میکنید و بار اونجا یه سری بازرسی ها اونجا انجام میشه، یعنی تو خود گمرک یه سری بازرسی ها انجام میشه و اون بازرسی موقت اگر بازرس گمرک در واقع برداشت کنه که نیاز هست به بازرسی کاملتر، شاید حتی نمونه برداری، یه اینسپکشن هم توی محل شما میده، یعنی اجازه میده چون مثلا مواد غذایی، چون مواد ممکنه آسیب ببینه یا خراب بشه توی انبار گمرک، به شما اجازه ترخیص رو میده و بعد یه اینسپکشن براتون میذاره.